سلام به همه ویدیوگیمی عزیز. امیدوارم هر کسی حالت خوب باشه. بچه نیم ساعت مونده که چیز عوض شه، رفرش شه این پیشنهادا. من بزنم 4 تا جوه رو بگیرم که حیفه. به این واسه یه اتک اول 4 تاشو بوی سر هم بزنیم بیبریم اشغال کنیم. بچه ها اکانتتون هم بسازین دیگه، بسازین با هم دیگه، بریم بالا تابلته رو فتش کنیم. چنل هم اگه ساب نکردین ساب کنین، عشق منین. اگه لایک نکردین لایک کنین، حمایت کنین. موچ به کلتون دیگه. خلاصه خب پیکا رو انداخت. این اولی ها خیلی نوبن. یه ماسکت این که لولش هم لول کینگش هم پایین تره، ولی فکر کنم لول کارتاش هم بیشتره. اوه چه فایری زد، خدایی فایر خیلی خوبی زد، ولی نتونست ماسکتیه رو بگیره. الان فایرش رفت تو جوب. خب این از یه تاورش. مینی پکو هم بندازیم به پشتش. این رفت تاور بگیره. مرسی از ماسکتیر انداختنت. قشنگ انداخت جلوی مینی پکا. خب این از مچه اول دیگه. دفاع چیه با 2 تا دونه کلن هیت پوینت؟ خب این از مچه اول. هنوز پلیگین هم وا نشده برامون. 2 ستاره 3 4ش کن دیگه. البته الان جایزه خوبی نداره، 5 ستاره هم باشه جایزه خوبی نداره. 320 بریم واسه مچ دوم. بریم سراغ مچ بعدی. سویج اکو تمام نگاتیو ویو. 2 تا آرچر لول 5 از پایین. بچه من با اون جایزه آیدی کارت هم 5 تا دونه کارت حماسی خریدم، ولی الان اصلا نه کالکشن هم بازه نه اصلا کارت حماسی دارم. ولی به مزه که واشه فکر کنم 5 تا الیت رو بده. از قصد الیت خریدم، خواستم ببینم چه جوری میشه وقتی من الیت ندارم، بخاطر چه جوری بهم بده. دیدم بهم دادش، ولی خب اصلا کلا کالکشن قفله. هر وقت باشه فکر کنم اون 5 تا رو میده. سری میزنیمش روی کارت بعدی. چرا فایر رو زد روی آرچر؟ ماسکتیر میزد بهتر نبود؟ ماسکتیر پشت جاین. اینم دیگه فکر کنم ول کرد. اونم از مینی فکاش. هنوز ول نکرده. چقدر سمیجم خدایی. دفاع میکنم ولی دیر دفاع میکنم. اینم از این مچ. سویج اکو هم بابا بی خیال. دیار باقی شتافت. جی بودو لاویتون. این هم 33 تا 2 ستاره 12 تا میلیون. خوب شد. بله رفتیم آرنیای دوم. ایول نه نرفتیم. چرا اینقدر تا اینجا رفت بالا؟ 600 تا سکه. این جایزه داره؟ نه جایزه رو نیم ساعت دیگه باید بگیرمش. خب بچه مینیون رو لول 3 کنیم. لول 4 کنیم ببخشید. این لول 4 ارو هم لول 4 کنیم. کارت مورد قیمت بعد از اول بدم تویست بدم. ماسکتیه رو لول 5 کنیم. خب اینم 10 تا شد 45 تا. بچه 5 بشه هم تاورم میشه 4. پس بریم اینجا این فایربال هم که خوشمون نمیاد ازشو اپگرید میکنیم و لول 5 ماجیک آیتم الان باز شد. فکر کنم الان 5 تا حماسی رو بده دیگه. خب درسته. بذار ببینم کالکشن. آره دیدیم از چه ببین کلن حماسی 2 تا دونه جا داره. 5 تا کارت حماسی داره.
خب میگه اینا رو استفاده کن. چشم. به روی چشم استفاده میکنم. رو هم لول 5 کنیم. حواسم نبودیم. خوبه. 140 سکه. 5 تا جم. 3 تا ریر. 2 تا جاینت. 17 تا آرچر. 23 تا نایت. عالیه. و پرنسس آورمونم به لول بعدی اومد. جاینت رو لول 5ش کنم. یه هفته ماجیک آیتم هم رویم بزنم. اینم لول 6. بله به به عالی. خب بریم اینم کریز کنیم. 1750 شد جونش. بریم بچه بعدی تا نسوخته اینا. چون فکر کنم یه 20 دقیقه مونده تا آخرش که بسوزه. سولار تمپلار. یه ماسکتیر پشت. جاین تو از روی پول. من نمیدونم بازشون چی از روی پول میندازم. خب راحت دفاعش میکنم. ای دیوونه. کاری عجب غریبی میکنم مردم. خب این جاین تو یه ذره نچینی اون برتر. کارتای من خسته شنم. این از مینی فکرها. یه مینیون پشتشه. 2 تا آرچر پشت. یه ماسکتیرم پشتش. این از این تاورش. خب دفاع کرد دوباره این گوبلین هانتر. نستانس رو گذاشت. چه یه ماسکتیر پشت بریم که دیگه سهش کنیم. نه جاین تو از رر پول میره. الان دوباره پکا میاد پشتش. نه دیگه نیومد این دفعه. خوبه عقلش کار کرد. الان اومد. خیلی خنگی. قبلش از سنشون کم بشه. نمیدونم شاید تازه اصلا نصر کرده. همه که مثل ما نیستن بک بزن. خب 2 تا آرچر این بر. تاور اون برشم رفت. خب خوب شد دیگه. اونم زدیم. یه دونه آرچر افتاد جلو. ایراد نداره. خب اینم از این. بی خیال بابا. اینم از این مچ. اوی هنوز دفاع میکنه. عجب آدمایی هم. بزیر پلیگن با شد برامون. هنوز پلیگن با نشده برامون. عجیبه. نکنی دیگه با نشد. 10 تا مینیون. عالی. مینیونو یه لیت وای کارت بدیم بهش. 5 تا رفت واسه لول 5. خیلی هم خوب. بزنیم مینی پکا 2 تا هم بریم بدیم. لول 4 چی؟ میگم لول 5 شد. 6 5 5 5 5 5. خوبه الان دیگه. معلوم میتونم اینو 6 هم کنم. خب ولی میگم نکنه جاینت هم بهتر باشه. ماسکتیر فعلا نمیخوام. بذار برم بالا بعدی هم بزنم سوخت نشه. آقای دمان مشورت تعمیریم. هیچ کارتی نیومد. همه گوبلین دانس دارم. فقط من گوبلین کیش دارم. چرا پکار و مینی پکار از اونجا بری آخه؟ وای ماسکتیرت نگاه کن. گوبلین اسپیاری یعنی خودکشی کردم قشنگ.
تاور چه خوشگل. این تاورش رفت فکر کنم. خب هرو شد. خب این از این تاورش. یه جاینت مینیونم. بریم از این ور. دیگر رو هم نداره که بزنه. چرا از خوش ای من خواستم اون بره پول بندازم این بره پول افتاد. خب حالا اینم گرفتیم. این هم از نایت این بر این سعی میشه یا میخواد دفاع کنه دوباره. بازم دفاع کردم. پشت کارتون رو واقعا مورد ستایش قرار میدم. خب این کیجو میندازیم اونجا. بسیطه پشتش دیده من اونو دفاع کردم. باز دوباره جوینت از سر پول میریزم. بعد من واقعیگی هم محسن نگاه میکنم. وای میخواد ماسکیتر که اصلا نزد. میخواد گوبلین کیجو با ارو بکشه. خدایا من. خب اینم از این. خیلی نوبم واقعا به نفع ما. بچه ها من واسه ویدیو فقط زدم و شما توی یه روز میتونیم برسیم تا 2000. اینم از لاکی راب آخر. اینم 10 تا مینیون. خوبه. لول چند این تاورمون 5 میشه؟ لول 7. پس یعنی 6 چی نداریم تا 7. خب 12 دقیقه شده اینجا. چقدر دیگه میخوایم برسیم به آرنه 2؟ 277. یه بچه دیگه بزنیم برسیم به آرنه بعدی. اولی ساکورا هم فکر کنم بچه قبلشو باخته چون اومده کف آرنا 300 تمام. وای اینم جوینت از سر پول رفت. آخه با چه حسابی جوینت سر پول میری؟ نمیفهمم. فایربالشو عجیبم واقعا عجیبم. این از این. اولی ساکورا هم رفت تو باقالیا. دولبی جاینت دفاع میکنه همچنان. عجب پشت کاری داری تو. این هم از این مجموع واقعا دمت کرد. خب رفتیم آرنه بعدی. آرنه 3 و فلش باز شد برام. دقت کنیم اسرائیلی که با نشده. پس ما تو آرنه 3 چی برامون باز شد؟ آرنه 2 این تازه گوبلین استادیوم. آرنه 1 بود. آرنه 2 بود. آرنه 3 بربری هم بوله. تا الان آرنه 1 بودیم بعدا رسیم آرنه 2. خب اوکیه. این هم که اجازه نمیده چون که الان نداریم. آها مرج هم آرنه 3 میشه یعنی لیگ کاپ چند؟ کاپ 600. واو. خب ما یه پاوز بکنیم بچه ها. خب نها کنین قلوش 15 دقیقه دیگه این دیدا این پیشنهادا رفرش میشن. ما ثبت میکنیم پاوز میزنیم. این اوکیشن صندوق ها بیان این 4 تا اینجا دوباره میزنیم اون 4 تا هم میگیریم و اشغال.